میکنی چند تا از لغت‌های مربوط به خانواده رو بلدی؟ لغت‌هایی که اول میخوام بهت بگم و احتمالاً همشون رو بلدی، اما لغت‌هایی که قراره به چالشت بکشن و قرار امتحانت بکنم جلوترن. آماده خودت به چالش بکشی؟ لغت‌های مربوط به خانواده سطح 1. کاجوک یعنی چی؟ 3 ثانیه وقتی فکر کنی. خانواده. 그게 가족이잖아. اگه سریال کره زیاد میبینی اینا رو دیگه عین آب خوردن بلدی. 어머니, 아빠, 아버지, 할머니, 할아버지. لغت بعدی 아기. کی میدونه فرق این دوتا چیه؟ دوتاشون هم مربوط به بچه ها هن. اما فرقشون رو باید بلد باشی. اگی یعنی نوزاد، مثلا بچه 6 ماهه که سنش هنوز خیلی کمه. اما ای به معنای کودک یا بچه است، کلا بازه زمانی بیشتری رو میتونه در بر بگیره، یعنی میتونه از نوزادی باشه تا سن بالاتر، مثلا حتی تا 10 سال. 사랑해요. کومو عمه. 고모 이거 어떻게 해요? 뭐를 아빠 아 딱딱해. این لغت ها رو فکر کن معنیش چی میشه. اگه بلد بودی همین تو کامنت برام بنویس. عدل دل. اگه معنیش رو بلدی برام بنویس. 사랑하는 우리 아들. من مغنه تلفظش مهمه. مغنه نوشته میشه، میخونیم مغنه یعنی کوچکترین فرد که توی خانواده میشه کوچکترین فرد خانواده. 우리 막내는 귀여워. 귀여워. 남동생 برادر کوچکتر، 여동생 خواهر کوچکتر. نم از نمجه یعنی پسر میاد، یا از یازه به معنی دختر میاد. 유빈아, 너가 만약에 누나나 여동생이 있잖아. 남동생인데. 아, 남동생 가능? 남동생 가능? اوپا که حتما بلدید دیگه، مگه نه؟ یعنی برادر بزرگتر برای دختر. هم اینم بلدید، یعنی برادر بزرگتر برای پسر. 오빠? این لغت رو شما حدس بزنید. 삼촌. 삼촌이 도착하면 알려줘. 알았어요. 삼촌이 도착하면 알려줄게요. 남편 شوهر. نونا خواهر بزرگتر برای پسر. 언니 خواهر بزرگتر برای دختر. اوری یعنی ما. چای به معنای ما. فرقشون چیه؟ اوری یه ذره خودمونی تره، چای به معنای ما تو موقعیت های استفاده میشه که ذره رسمی تره. ما میخوایم خودمون رو رسمی تر معرفی بکنیم. مثلا چای 가족 خانواده ما. 저는 이거. 그래서 저희는 합의 끝에 이걸 골랐습니다. لغت های لول 2. اینجا با خودت به چالش بکشی. آماده؟ لغت اول شیکو. تا حالا شنیدیدش یا نه؟ شیکو یعنی چی؟ حدس بزنید. 1 2 3. چیزی به نظرتون نرسید نه؟ شیکو به معنای اهل خونه است، اهل خانواده یا اعضای خانواده. مثلا من میگم 우리 식구는 4명이에요، یعنی خانواده ما 4 نفر است. مثلا میگی 식구가 많다، یعنی یه خانواده پرجمعیت، اشاره داره به خانواده پرجمعیت. 식구가 많아요 یعنی تعداد اعضای خانواده‌مون زیاده. لغت بعدی آرون. به املاش توجه بکنید. آرون به معنای بزرگساله یا بزرگتر یا فرد بزرگتر خانواده. آرون به معنای بزرگسال. مثلا من میگم 어른이 되면 하고 싶은 일이 많아요. 어른이 되면 하고 싶은 일이 많아요. وقتی که بزرگسال بشی کارهایی که دوست داری انجام بدی زیادن.
لغت بعدی این لغت خیلی سخت نیست، شاید جاش اینجا نبود، شاید تو لول 1 باید می بود. ایمو یعنی چی؟ اینو بلدی، اینو برام بنویس اگه بلدی. ایمو یعنی خاله. ایمو 어제 왜 엄마한테 이모라고 했냐고. متضادش چی میشد توی خانواده پدری؟ کومو. لغت بعدی رو من حدس میزنم بلد باشید. اینو اول گوش بدید، اگه بلد بودید بهم بگید. چوکا یعنی چی؟ 제 조카예요. 아유. چوکا یعنی خواهرزاده یا برادرزاده. و اما لغت آخر که بعد از این لغت باید به خودتون نمره بدید و نمره‌تون رو برای من توی کامنت بنویسید اینه. چینچاک یعنی چی؟ یعنی فامیل، خویشاوند. مثلا من میگم 친척을 만나러 가요. میرم که فامیلام رو ببینم. اول به خودتون نمره بدید 1 تا 10. به نظرتون چه نمره‌ای میتونید بگیرید بین لغت‌های خانواده که بلد بودید؟ و بعدش بیاید تمرین آخر فصل رو حل بکنید که قرار جوابش رو توی کانال تلگرام که لینکش توی دیسکریپشنه براتون کامل توضیح بدم. 안녕.